به نام خدای بخشاینده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قسم به آفتاب و روشنی او و قسم به ماه چون از پی آن برآید و قسم به روز چون آن را نمایان کند و قسم به شب چون آن را بپوشاند و قسم به آسمان به آن که بینایش کرد و قسم به زمین و به آن که هموارش کرد و قسم به نفس یعنی نفس آدمی و ذاتی که او را درست اندام نمود. سپس شناخت گناه او و پرهیزگاری او را در دلش انداخت و به درستی هر کی نفس را پاک ساخت رستگار شد و به درستی هر کی آن را به گناه پوشانید زیانکار شد. قوم ثمود به سبب سرکشی خود دروغگوی شمرد. وقتی که بدبختترین آن قوم به کشتن ماده شتر برخاست، پس پیغمبر خدا به آنها گفت ماده شتر الله و آبخورد او را بگذارید. پس پیغمبر را دروغگوی شماریدند و مادر شتر را پی کردند، یعنی پس بکشتند و پروردگارشان به سبب گناهشان عقوبت را به آنها فرود آورد و آن را بر سر آنها یکسان کرد و خدا از عاقبت آن نمی ترسد. سوره شمس یعنی آفتاب در مکه نازل شد 15 آیت است.